چند ساعت طول میکشه فاطینا و سجاد از این کافه بیرون بندازن؟ 1 ساعت؟ 2 ساعت؟ یعنی در هیچ صورتی قرار نیست از کافه خارج بشم مگر اینکه بیرونشون کنم. اینو خواستم بهتون بگم که قرار نیست به هیچ وجه از کافه بیایم بیرون. یعنی میریم تو کافه به امیدی که از این کافه نیایم بیرون. صبر ایوب. ما میخوایم صبر ایوب. آره. قرار نیست عادی باشه همش. البته ما آدمای به درد بخوری هستیم. ما که نه، یعنی سجاد خیلی به درد بخوره. قراره واسه کافهشون یه سری کارا واسه کافهشون انجام بده که امنیت کافه توی اوج خودش باشه. واسه همین یه جوری میخوایم عمل کنیم که دیگه شاید تا آخر اون فقط تو کافه ویدیو گرفتیم. در هم اینقدر تو این کافه میمونیم که ما رو بندازن بیرون. مکانی که یوتیوبرای ما انتخاب کردن جای عادی نبود، چون دقیقاً همون جایی بود که توش ویدیوهای زیادی گرفته بودن و این باعث میشد که تعارفشون بیشتر شه. کافه اول فتح کردیم. فضل سه نکن. پای از خونه جدیدم. شاید فکر کنید که من جدی نیستم که قراره اینجا زندگی کنم. میخوام میزان جدی بودم با این بهتون نشون بدم. دروغ چرا میخواستم چمدون بیارم، دیدم که این خودش اندازه چمدونه. حداقل بهم گیر نمیدن، سکته نمیزنن. خدای نگاه کنید سایزو. حد میزنی توش چیه؟ مثلا این کولر رو قبل از سربازی ندیده بودم. توش واقعا چی میتونی بیاری که اینقدر بزرگه؟ من نمیخوام کل چیزایی که تو کیف جادویی هست رو بهتون نشون بدم بچه‌ها، دونه دونه. اول اصلا میخوام که اینجا یه ذره بهم حس خونه بده. خودم واسه که این حس رو از برداشته شه به قول میزو نشینی. آره. یارو دیگه زحمت کشیده دکور. نه تزیینات میزو به ما بسپار. شما آوردم ماتوشونو بزنی. ناموس در موقع اندازه هیکلتون داشته میشونی میگه. آره. چه سفارش بدیم از اول بسمنا ما رو بیرون نکنن. من کوباسان موزن پلان. یا کوباسان نوتلا بده. خب دیگه هم دارم. بس اینجوری خیلی دوست دارم بارترنر بیاد و ما رو ببینه. آره بچه‌ها. اینجوری خیلی خوشحال منتظرن که دسر سفارش بدیم. کروسان موز نوتلا. یه دونه. آره. دستمال دستمال بوی سوختگی نمیدون خوش کردی. بچه‌ها قراره کوکوسان بخونیم با آب با ناخونم تازه درست کردم. کوکوسان. این مویتو یه چیزی سفارش میدادی دیگه. از اونجایی که دیگه اینجا خونمونه و ما باید واسه اینکه اینجا زندگی کنیم پول سیف کنیم و ما نباید خیلی هیجان زده عمل کنیم. نه یعنی در نداره درون ببندیم. من خیلی دلم می‌خواست که مثلا آشپزی هم بیارم که غذا تو خونه هم سفارش میدادی مثلا اینجا می‌خواستی آشپزی کنی. آره بچه من دلم می‌خواست که آشپزی کنم که می‌خواستم، ولی دیگه گفتم که در همین حد چایی ابی نداره. تو ساعت اول می‌خوریم حداقل. بعد چای چی میچسبه؟ سیگار. راد داره دوباره بگو. بعد چایی راگس میچسبه. من الان که شکمم سیره، بعد چای نیاز دارم به چی؟ حس میکنم شبیه کیف اسرارآمیزه، توش دست میکنی مثلا دست از اون سر دنیا چی دیگه. بابا جان مادر دیگه شرف خودمونم میبره نکن. میخواستم 2 تا بیارم ولی اصولا تو نمیخوابی دیگه، بس احتیاج بهش نداری. مثلا واسه خودم. با این گردنیه، با این نمیخوام. چی کن مثلا خودت. وای چه اینجوری کثیف کردی. دستمال افتاد. نظر دوربین دارن ما میبینن ما ماشین رو ما بردارن. امنیت کافم توی اوج خودش باشه. نظر چیه دکور اینجا رو عوض کنیم؟ این جوجوه زرده، خب این ماشینم زرده، نگاه کن خیلی بهم میاد. بعد دیگه دارم فکر می‌کنم تو این کارا بخوام برم این مجون هایزنبرگ مثلا قرمزه، میتونیم شمع هم بذاریم اینجا. یه جوجو دیگه هم دارم، اینم زرده. الان اسم می‌کنم دیگه دکور اینجا مطابق سلیقه نداره اینجا. قطعاً داره. آقا چقدر باحاله. سری بیار اینجا کلاشو، سری کلاشو بیار اینجا دیگه. بیار اینجا. نمی‌تونی برداری واسه من بیار.
کارش بسته. الان ما 1 ساعت اینجاییم، هیچ کاری نکردیم، داشتیم گوشیامون رو نگاه می‌کردیم. الان بچه‌ها مهمون دعوت کردیم، قرار مهمون بیاد. واسه اینکه مهمون داره میاد، پس مجبوریم چیکار کنیم؟ غذا سفارش بدیم. یا هایزنبرگ رو بی زحمت برام سفارش بده. منم هایزنبرگ. سلام خوش اومدید. بفرمایید. خوش اومدید. احساس راحتی کن. جای منه. خونه خورده. حالا دیگه جای منه. جای تو بود. جای منه. جای تو بود. خیلی از خالی اومدم. تو دیگه نه. امتحان فیزیولوژی دارم. تو این فاصله چون غذا سفارش دادیم مثلا سوپ آوردن. داشتم من دیگه فرض رفته بودم عروسک آورده بودن. اصلا نیست اون بالش بالش ده. اینم پتو آخ هم سر دست در کنه من خیلی سرم. دیگه گفتید احساس راحتی این نومینه پات هنوز شام نخوردیم. ما قبل شام نندازم بیرون ما رو. میشه درس نخونی حداقل؟ میشه با هم بازی کنیم جای درس؟ بازی کنی؟ بازی کنیم. شما تو درس خوندن شبیه من نباشید. عروسک رو برخون بهت. این سوپ نمیخوام. سلام. مرسی. این برای منم. بغل نمی‌کردم. اینو حداقل بغل نمی‌کردم. اینو چرا بغل کردم؟ خیلی با من عادی رفتار کردم. شاید مثل ما زیاده. شاید مثل ما بازم دیدن. شاید آدمایی بودن قبل ما بخوام تو کافه زندگی کنن. تو الان مثلا یه بار تو رو از خونه مامانت بندازه بیرون بگه من دیگه تو رو نمیخوام، تو دیگه بچه‌م نیستی، بابات بگه من دیگه تو رو نمیخوام، اصلا دیگه برو. من تو رو خوردی نه؟ نه. این گله. این نندازی، احساس می‌کنم قرار بندازش. الان تو یاری؟ چرا عوض دیدی بنداش هم درست آره داشت درست می‌گم. آرومتر بزن فقط. اینه؟ اینه. استاد مایی چپت گل. این راست سر احمد. راستت گل. بده دیگه. دست بعدی. من این گل. من که میدونم اونه ولی دست نزنا. ولی خب که از کارت استفاده کنی. سنگ مفت گوجیش مفت. این گله. دیدی خوب بود. چون من ترکم داره با خالی بازی برم. احمقا. من انقدر توی این بازی میشه من وسط باشم؟ تو باید با گل بزرگتر بازی کنی. تو خیلی حرفه‌ای. مامونم. آقا تو فوت کنی هم نمیره اونور. به خدا اگه بدونم کدومه. گل. تا اینجایی که گذشت حس کردیم داریم آسون میگیریم و یکم باید لول کار رو بالا ببریم. واسه همین من یه قهوه میخوام، فقط یکم حساسم. 2 تا دونه توش قهوه داشته باشه با 3 قطره شیر. 2 تا دونه قهوه. آره با 3 قطره شیر. منم یه کابوچونه با فوق بدون فوق. یه کاپوچینوی بدون فوم، یه دونه قهوه که تو 2 چی تا می‌خوری؟ دونه قهوه داشته باشه. 3 قطره شیر. 3 قطره شیر. خیلی خیلی سخت. منم یه چای با عشق می‌خواستم. یه چای باش. و مرسی. خیلی ممنون. نظر می‌کنی چه چیزی خواهی کنم؟ خیلی حس می‌کنم آدمای بدی هستیم. اما این بد بودن همینجا تموم نمیشه. بچه‌ها بگین کمک کنی که با عشق من. اون وقت قهوه‌ش حتما 2 تا. آره. بذار اصلا گزارش اون رو دارم. هیچ منطقی توش وجود نداره. من الان جای بودم میگفتم مثلا چرا؟ مثلا چه کاریه؟ دوربین داره. بازم باشه. من گمشید بریم بیرون. منطقی نیست. من گفتم منطقی. تو من احساس کنم بزنم نمیرسه ولی اگه بزنم میرسه. نه یه مدت ولی هیچ وقت کار دارم. خانه‌تون نه. آره به قرآن گزارشم رو دادن. به قرآن. میتونی قهوه تو با شکلات بخوری 3 بار. چیه؟ من فکر کنم که متوجه اتفاقی که داره میفته نیستی. بالیستا باشه. یا اول بچه وای آجی رو زمینش تی ندارین شغل جدید ما اینه بچه تمیز کرد. گرد گاوه رو تمیز بچه ها من تصمیم گرفتم همین الان یک هنر انتزاعی براتون خلق کنم، یک نقاشی انتزاعی. شاید فکر کنید این چیه؟ خب This is water on the اینا table. بچه اینها
ستاره های آسمونه. This is a star on the تو انقدر هنرمندی واقعا نمیدونستم اینقدر هنر. خدا نمیدونستم. مثلا الان میخوام کوه خلق. It's a star in the sky. این چیه نیلوفر؟ درخت دیگه. آفرین. از ذهن انتظار آفرین. به نظرم این اصلا کم با آره. $1000 خریدارش شه. نمک نداریم نمک بپاشیم. من الان میخوام برم به کافه بگم. آره میخوام به کافه بگم که اینو خود نکنه. نری نگیا وای میخریمش. الکی هنر الکی نیست. این میز با خودم میبریم. بزن میخریم آقا خریداریم بچه زاروده به قول اینو تمیز کنید اینا بودن دارم چیکار داری میکنی نه بعد از ساعتایی که گذشت نوبت غذا خوردم، اما با یه روش جدید. الهی شکر. ولی یه دستمال بگیر خونم رو تمیز کنی. بچه میخوام نشون بدم من کلا آدم شلخته‌ایم. هر خونه ای داشته باشم همینقدر میتونه خونم شلخته باشه. بچه‌ها خیلی زشته واقعا. همینجوری که ساعت‌ها و دقیقه‌ها میگذشت ما داشتیم به آخر شب نزدیکتر میشدیم، اما انگار کافی نبود. انگار باید خیلی راحت‌تر از این زندگی میکردیم. راحت، خیلی خیلی راحت. چی؟ دیگه اینجا مشتری نمیشه. دیگه تو واچ احتمالاً دیگه خیلی دیگه این زیادیه. حس میکنم پلیس خبر کننده ما رو. چی کافه‌ای که دوست داشتیم رو انتخاب ما فکر نمی‌کردیم. نکنم دیگه بتونیم پیکاپ بیان. نمیتونیم من دیگه. پیتزا اینجا رو دوست داشتم. چرا؟ چقدر حس خوبی داره ولی. خواهی می‌کنم ما چند چند میگه داریم میبریم. باد داری؟ بیشتر نمیشه نون. در نهایت این سه تا شنبتو با احترام کامل از کافه پرت کردن بیرون و مدت زمانی که این کافه دوام آورد